من معذرت میخوایم که در سفر هستم، متاسفانه نشد که به شکل ویدیویی هم در خدمتتان باشیم، اما به احترام زحمت امروزتان، به احترام تمام شما مهمانان گرامی و به احترام این روز مهم و تاریخی، با این که برای ما ساعت 5 صبح هست اما وصل شدیم تا چند کلامی را همراه شما دوستان گرامی شریک بسازیم. بدون شک قهرمان ملی و شهدای ما وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند و از این دنیا به دست پر رفتند. اما همون گونه که بسیار از شخصیت ها گفتند، همه شخصیت ها دو وفات یا دو مرگ دارند. یکی مرگی که با ختم حیاتشان است و دوم مرگی که با مردن آرزوها و خاطره ها و یادهایشان است که اول بدون شک اراده پروردگار، همه اراده پروردگار، اما اول وقتی است که عمرشون خلاص میشه و دوم وقتی که فراموش میشه. احمد شاه مسعود جز شخصیت هایی است و دیگر شهدای ما که امروز عکس هایشان نمی‌بینیم که 23 سال از شهادت و از مرگش میگذره، اما امروز بهتر از هر دفعه دیگر، بزرگتر از هر سال دیگر با تلاش خود مردم، نه بدون سازماندهی کدام ارگان یا نهادی، جشن گرفته میشه، مجلس تجلیل میشه، یادآوری میشه، قدردانی میشه و این نشان از بزرگی شخصیت ها، چون بسیار شخصیت ها آمدند اما نشانی از رویشان برای زمین نموند. اما 23 سال از قهرمان ملی میگذرد، اما هر سال این بزرگتر و کلانتر و مهمتر شده روان است. این نشان از این داره که خداوند چه محبتی به او داره که تا امروز محبتش در دل خرد و کلان، پیر و جوان، در گوشه گوشه این سرزمین میاندازد. نکته دوم، حقانیت مبارزه شخصیت به نام احمد شاه مسعود است. زندگی او از ابتدا تا انتهای یک مکتب، یک درس است. شیوهی که رشد میکنه، بستری که رشد میکنه، دوستایی را که تشکیل میده، مبارزه‌ای را که آغاز میکنه، تلاشی را که با مردم انجام میده، تعهدی که با خدا داره، مشکلاتی را که میبینه و شناختی را که از مردم، از وطن و از دشمن داره. هر مرحله زندگیش یک درس و یک مکتب است. شرایط امروز بدون شک یک مرحله و یک برهه است که بیش از هر وقت دیگه ما به مسعود، به مکتب مسعود، به مفکوره مسعود نیاز داریم. چه بسا رشد هرچی بیشتر تجلیل از روز شهادت قهرمان ملی نشان از نیاز هرچی بیشتر ما به چنان مکتب، به چنان مفکوره و به چنان شخص که ما از هر وقت دیگه میگیم ای کاش می اگر او می بود اینی روزها خواهم بود که واقعا همینه. اما هموطنان گرامی من، دوستانی که امروز اشتراک کردیم، خداوند یک ستاره، یک نعمتی را برای ما و شما داد و گرفتش. در طول چه بسا تاریخ این خطه و این تمدن، حداقل در 1000 سال گذشته مثل چون این آدم شخصیتی نیامده و چه بسا در 1000 سال آینده چون این شخصیتی نخواهد آمد. اما در طول تاریخ تمدن‌های، مردم‌های، کشورهای بودن شخصیت‌های اینچنین داشتن که نیازی و تکرارش در تاریخ نبوده. چرا؟ او شمع است
مکتبی رو ایجاد میکنه، مفکوره رو ایجاد میکنه که آفتاب واری روشن است و فقط باید این تعقیب شود، تعقیب در عمل شود، تعقیب دقیق شود، تعقیب درست شود و راه هیچ وقت گم نمیشه، آدم به هدف میرسه. بزرگترین الگوی قهرمان ملی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یک بار در جبل سراج من یادم است، پدرم گفت که بچه میخوای چی کارا شد؟ اصلا پدرم میخوای مثل تو شد. خنده کرد، گفت بیا که قصه رو من برات بکنم. و یک وقت شخصیت بزرگ بوده، عالم دین بوده، از بچهش پرسان کرد، گفت که بچه‌م چی کارا میخوای شد؟ گفت که پدر من میخوایم که مثل خودت شد. گفت بچه‌م که تو هیچ چیز نمیشه، من میخواستم حضرت محمد شم، اینی شد. تو که من میخوایم مثل ما شد، هیچی خواست بودی. گفت اونو قصه رو گوش که الگویت هیچ وقت نه ما باشم نه کسی داره. الگویت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الگویشو نمون. اما آیا نیاز است ما و شما هر دهه هر صده یک محمد جدید داشته باشیم؟ خاتم النبیین است، آمده، خدا روان کرده، مکتبش معلوم، مفکورش معلوم، راهش معلوم، نیازی به تکرارش نیست. اما قدر آمد که راه گم نشه. امروز احمد شاه مسعود الگوشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. راه معلوم، نیازی به تکرارش نیست. مفکوره موجود است، باید تعقیب شد. دقیق در شرایطی که امروز قرار داریم این شخصیت استثنایی قرار داشت. چی کرد؟ یکی از من میپرسن که چرا مقاومت میکنی؟ چرا اسقاط شده؟ چرا جنگ میکنی؟ مردم رو به کشتن دادیم، مردم شما نابود کردیم، این کردیم، او کردیم. ولی واقعیت است طالبا آمدن پیشنهاد کردن بیاد دولت ما کار. ولی واقعیت است قبلی که پنشیر داریم میدانستم، چون قبلش ماها قبل با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه، شما باید دارید، من تا فرانسه سفر کردم، مکرون اینا را دیدم. در اون زمان با امیر آقای خلیلزاد و بسیار کسای دیگه صحبت مفصل داشتیم نسبت به یک ادامه وضع موجود و همون مذاکره ننگین سبب سقوط افغانستان میشه. کشورهای منطقه رو میدانستم موقفشان و میفهمیدم در مرحله قرار داریم که مردم افغانستان تنها ترین مرحله چه بسا تاریخ خودش شاید که تجربه بکنه. اما او روز و شبی که با دشتی صاحب شهید نشسته گفتم دشتی چی بکنیم؟ راه معلوم است دیگه، آمر سردار نشان داده چی بکنیم؟ گفتم درست، اما کسی به داد و یاری ما نمیرسه. و فکر میکنی کمک آمر سرد میکردم؟ من خودم شاهد هستم خودش صندوق مرمی از موتر پایین میکرد. او وقت هم نبود کسی استاد شد، خدا دروازه ها رو باز. گفتم این نیست دلایل عقلی رو برای آوردم. اینقدر مشکلات، اینقدر تنهایی ها، اینقدر سختی ها، هیچ یادم نمیره. همین قدم میزدیم به توکلم به خدا، این نمی راسته. اگر مو آدم نبود همین راه را نشان نمیداد ما را، این همین قسم حالت قرار نداشت و ما میفتیم یک تصمیم میگیم. حالا اونمو افتاب باریم معلوم چی کنیم؟ بخیزیم کنیم، کجا بریم، چه بکنیم؟ اینیم یک روز یک بار ما مثل همین تقریب. وقتی که با پنشیر رفتیم استوار به اینمی آگاهی بود که اینمی آدم در وقت همی تصمیم گرفته، اما این کار رو را باز تکرار کرد. اولین کار این بود که امون حیات هایی که فرستادیم به طالبان، اونمون صحبت هایی که لازم بود انجام دادیم تا ای که اگر امی گیره با دست باز شود نشه که فرصت ما از دست داده باشیم.
اما متاسفانه دیدیم که اما قسمی که قهرمان ملی به این نتیجه رسیده. طالب به چیزی که خودش هم میگه به این ورژن غلط و به اینمی روایت غلطی که او از دین داره، اگر به اینمی هم او پایبند میبود تا که به یک نتیجه میرسید. به اینمی ورژنی که خودش میگه، به اینمی روایت غلطی که میگه، به اینمی هم باور داره. ما به همهشان، به خردشان، به کلامشان، برای اینکه نکسه امروز پیش خدا مسئول قرار بگیریم یا پیش مردم که بگن شما شروع کرد یک جنگ دیگه بوده صحبت. از خرد شروع تا کلام. اما همش حرفش اینه، پشت سر پنشیر لشکر کشی دیگه آمادگی به یک جنگ تمامه، یا از اون طرف گفتی که مشکل هست، درست است، صلح است. من گفتم خیلی خوب، اگر گفت دین است تمام علمای پنشیر جمع کردم، رسما در ورق تمام صلاحیت رو برشان دادم، گفتم هر چیزی که شما میکنید بسم الله تسلیم میکنید، صلح میکنید، هر راه دیگه اینجا فقط آماده هستیم حرف شما رو گوش کنید. رفتن یک هفته در کابل بودن، با خرد و کلانش دیدم، با چشمای اشکبار آمدن که اینا نه حرف دین گوش میکنن نه حرف ما رو گوش میکنن، دیگه هیچ راهی نداره، فقط یک چیز میخوان، او تسلیمی مطلق است. متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که اما ذات و ماهیت طالب معلوم شد. در اون اوایل فراموش نکنید شورای عالی علمای افغانستان، مجمع عمومی علمای افغانستان اعلامیه صادر کردن که جنگ باید متوقف شود، دروازه‌های صلح باز شود. اما لبیک گفتیم و جنگ متوقف داشتیم در مرز پنشیر. اما طالبان به او اعتنا نکردن، به حرف علما اعتنا نکردن، به حرف دین اعتماد نکردن و اعتنا نکردن و فقط به دنبال تسخیر نظامی، اعاده یک ترتیب و نظم حیثیت از دسترفتشون که هیچ وقتی نتوانسته بودن که در مقابل قهرمان ملی پیروز شوند، میخواستن که با زور نظامی هر قسم بده مشکل حل کنند. و سر راه تک تک مردمی که از تمام گوشه افغانستان در اون لحظه دارن پنشیر و اندراب و خود جمع شده بودیم، یک انتخاب بود خواهران برادران، یا راه اینمی احمدشاه مسعودی که در سینه خاک همونجا دفن بود اینمی را تحقیق میکردیم، یا که ما امی طالب را قبول میکردیم. این به معنی این بود که اینمی شخص و اینمی مبارزه شمانی باورش غلط است و توی طالب راست میگفتی تا اینمی مدت ما در راه غلط رفتیم. و راهی جز اینمی نبود که با تمام سختی ها و این را یک شخصیت های عزیز و اندیشمند و مبارز ما ریگستانیست یک حرف زیبا بود. در اون شرایط به ما گفت ما تو انتخاب بیشتر نداریم، یک جنگ فاجعه بار، یک صلح ذلت بار. و پدرم حرفش معلوم بود و همه شما در بسیار مجالستان این بسیار بلد و کلان و زیبا چاپ کردیم. زندگی زیر چتر بردگی از مرگ بدتر است و هیچ کدام ما حاصل نبودیم که چنین حالت بپذیریم. و با انتخاب آگاهانه ملت ما و شما، مردم ما و شما، قهرمان ها و مقاومتگرای ما و شما تصمیم گرفتن یک جنگ فاجعه بار قبول بکنن، اما یک زندگی ذلت بار نمی. امروز میام به جلسه امروز مثلا این جلسه تا بی نهایت مهم است، بی نهایت مهم است برادرای بزرگوار، خواهرای گرامی. گرفتن چنین مجالسه یادآوری از شهدای ما، یادآوری از راه مکتب احمدشاه مسعود، اما در عین حال اکتفا تنها به چنین جلسه واضح و مشخص به شما و عزیزان میگم و به تمام عزیزانی که در امسال بسیار به زیبایی جلسات برگزار کردن
اکتفا تنها و این جلسه باست تا سال دیگه جفا در حق شهداست. تکرار میکنم، اکتفا تنها بتون این جلسات جفاست. امروز اگر احمد شاه مسعود نیست، اگر که ما از اون زمان 23 سال شده فاصله داریم، اما هستن شیر مردان و شیر زنانی که هنوز در اونمون کوه پایه های هندوکش راه اونمون شهدا را، راه احمد شاه مسعود را ادامه میدن. چقدر موفق شده، چقدر این راه به یک ترتیب پیش رفته، چه دستاوردی بوده، چه کاری شده، کم است زیاد است، اما این ادامه پیدا کرده. شما میبینید که مبارزه آزادی خواهی مردم فلسطین از کجا شروع شد و کجا رسید، چه قیمتی که مردم فلسطین نپرداختند، اما امروز آبروی اسرائیل ریخته از درون در حال پاشیدن است. اما میبینیم با هزارها و هزار شهید و قربانی شد، با از دست دادن بزرگترین سرمایه های شد، اما این جوانه که از این مبارزه 70 و چند سال است میگذره در حال تبدیل شدن به یک درخت تنومند است. پس مقاومت ما و شما امروز در حال جوانه زدن است و به یاری اللهی پیروز میشه، اما نیاز به حمایت و پشتیبانی و همکاری تک تک شما عزیزان در سرتاسر جهان، ملت و مردم شما که امروز در اسارت است نیاز به همکاری شما، خانواده شهدا که امروز در داخل هستند نیاز به همکاری شما. راه آفتابواره معلوم است، آرمان قهرمان ملی آفتابواره معلوم است، دشمن قهرمان ملی که از سنگ مزارش میترسه. یکی در از ما پرسان کردن که خواهمی طالب بالاخره یک قسم جور بیایی، امینا حاضر هستن که بپذیرن تا یک نقطه. عزیزان من متوجه خطر کلان تاریخی نیستیم منگار، این رفتیم تا حالا به قبول کردیم دیگه یک گوشه دولت. آیا او اجازه میده که بچه مکتب موتا در سر اونمو زیارت قهرمان ملی کتابی در دستش باشه که در اون نوشته شده باشه احمد شاه مسعود یک مجاهد و مبارز را قهرمان وطن بود؟ آیا بچه وطن ما تو اجازه داره یک شعر سعدی رو بخونه؟ آیا اجازه داره که استاد ربانی رو بشناسه؟ آیا اجازه داره که پناهخان و ذبیح‌الله خان شهید و آریان پور شهید رو بشناسه؟ آیا اجازه داره که از مزاری و شهید و از بیک شهید و از حاجی قدیر شهید بشنوه؟ اگر داره فقها چرا نیست؟ چون مبارزه ما به خاطر قدرت و احمد مسعود یا فلان بیمدان نیست، به خاطر تداوم این مکتب و این هویت و این باور است. اونا حاضر و چنین چیزی نیستن به هیچ قیمتی. پس تنها راهی که ما و تنها راهی که وجود داره اما قسمی که احمد شاه مسعود بود و واضح گفته بود که جنگ بر ما تحمیل شده، مقاومت و مبارزه امروز بر همه ما و شما خواهران و برادران عزیز تحمیل شده. پس نیاز به کار مشترک، سازمانی، منظم و حمایت از قهرمان و شیرزنان و شیرمردان است که امروز به خاطر نمی آرمان، به خاطر این نمی مکتب و در ادامه اون احمد شاه مسعود استاد است. اگر احمد شاه مسعود نداریم امروز سربازان گمنام و نامدار و آدم استاد هستند ایران را پیش میبرد، فراموششان نکنیم، در کنارشان استاد شویم، حمایتشان بکنیم و با یاری الله و با کمک خدا ما و شما بار دیگه اون قسمی که اونا پیروز شدن پیروز میشه. از پدر خود، از پدرکلان خود، از بزرگای جهاد بار شنیدیم که وقتی جهاد شروع کردن همه اینا را انگ میزدن، اعضای نزدیک خانواده قهرمان ملی تعنه را برش میدادن که اصلا تفنگ و تانک و طیاره مگر با
مشت و دروش برابر قسم یک اصطلاح اما شروع کردن به خاطر خدا، نه برای که یک روز در قدرت برسن، به که در راه خدا مبارزه کنن و سبب رضای او شود و الحمدلله که نتیجه در دنیا و آخرت دیدن و میبینید. عالیان عزیزان من، دروازه سعادت خدا را شکر با اونمو چراغی که احمد شاه مسعود است پیش روی همه ما روشن است. انتخاب با خود ماست. امیدوارستم با انتخاب آگاهانه، با کمر بسته، با آموختن از تاریخ خود ما، تعقیب راه قهرمان ما و شهدای ما و پیش چشم ما فلسطینی که چطور داره نتیجه میده، ایمان و اتکا به خود ما، چون کمک از هیچ طرفی نمیده. امروز من صحبت با آقای مکار و کنگرس امریکا خواهد داشت، اما خوشتان باشه هیچ وقت اونمون روز 15 اگستی هم که رفتیم به پنشیر امروزمون باور داریم کمک از هیچ کشور بیرونی و چشم به هیچ دست خارجی نباید داشته باشیم. خود ما استاد شویم و قول قهرمان ملی در مقابل اراده یک ملت هیچ کسی استاد شده نمیتونه. ولی روابط بیرونی یک اصل است، یک نیاز است، اما دلیل شده نمیتونه که یک کاری رو بکنیم یا نکنیم. او دلیل آرمان، هدف، باور و خدای ماست. بازم عرض تشکری میکنم از تک تک شما. خداوند شما را موفق بگردانه، خداوند شما را خیر بده که این مشعل نگه داشتین. و از تشریف‌آوری همه مهمانانتان تشکری میکنم. به حرمت و احترام این روز، به حرمت و احترام شما، در گل صبح بعد از نماز دیگه استاد شدم و همراهتان خوش هستم که صحبت میکنم و روز خود را با صحبت اینچنین، با در این مجلس اینچنین دیگه آغاز میکنیم. سلامت و بخیر باشین. از بارگاه ایزد منان توفیق تعقیب صادقانه و مشخص و عملی و دقیق راه شهدا علی خصوص قهرمان ملی و نصیب همه ما بگردان. خداوند توفیق اتحاد و انسجام نصیب ما بگردانه و خداوند توفیق و نعمت برگشت در وطن در کنار مردم ما با عزت و سلامت نصیب همه شما عزیزان و همه ما و شما بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.